امروز به نماز تو وقت نداری، فردا که رسد قوت نداری. روزی دیگر ترک جهان است، گردی پشیمان بازگشت نداری. اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل بینندگان شبکه صدای امید و به هر نفری که الحال ما را تماشا کرده ایستادند. شکرانه آن ذاتی که جان ما و شما در دست اوست. الحمدلله ما و شما را باز به این بهار رسانید و از عمر ما یک سال دیگر هم بگذشت. الحال انشاءالله برادران عزیز آزمون قاری‌ها را پول فینالش است. همون قاریانی که اشتراک کرده بودند همونها انشاءالله که در پول فینال افتادند. هر کدامش که در اینجا میغلطد از روی خطاگی خودش است و انشاءالله که باز تیاری‌ها می‌بیند با میشه سال‌های آینده انشاءالله با بهترین آزمون‌ها میشود، با اومده اشتراک میکند و باز هم بهتر میشود. قاریای ما بسیارش به تیاری آمدگی هستند. اونها باور نداشتند که در وطن ما همین خیلی آزمون‌ها میگذرد. انشاءالله که یک قاریش گفت من 30 سال شد منتظر همین آزمون بودم. 30 سال باز من منتظر همین خیلی آزمون بودم که در وطن ما هم شود و ما اومده اشتراک کنیم. اگر ما میفهمیدیم که این گونه آزمون ها در وطن میشود ما خیلی تیاری های خوب میدیدیم و هر کس رو دو میشم که غلطید ای ایروی خیلی کم خطاگیشون هم که هست انشاءالله که ناامید نمیشوند، همشون دوست می‌داریم و انشاءالله باز میشود آزمون‌ها از پیش است خدا خواستگی ده. و شما گفته بودیم که در اینجا تجوید نگاه میکنیم انشاءالله و ما در اینجا 30 بال از 30 بال ما بال میمونیم. بالان از 30 است، از 15 که گذشت مثال قاری میگذره از 15 که نگذشت خیلی میغلطد. انشاءالله که آزمون ما اول برای همین قاریان از ذوقشون زیاد شدن است. بعد از این انشاءالله باز آزمون ها میشود. حاضر قاریان را انشاءالله یک دعوت میکنیم میبراین انشاءالله که قرائت میکنن شما به حاضر تا آخر تماشا کنین. خب اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قاری جان خوش آمدیم به این آزمون ما اینقدر وقت ندیدیم خیلی انشاءالله باز واخوردیم. خب شروع میکنیم از یکم قاری نیکروز اگر در همینجا باشه مرحمت بروین. سلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خیلی خود را معرفی کردگی هستین، همگی میدونند. انشاءالله که امروز خودتون میدونین که تجوید نگاه میکنیم. قاری جان چند آیاتی که میخونین حرکت کنین که مثال خیلی فکر میکنیم که توی روزا تیار شده آمدگی هستین. خیلی انشاءالله که ما خطایی را نگاه میکنیم و آواز رو انشاءالله میتونین که سر کنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
متكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خب سلامت باشین قاری جان، آوازتون بهترین است انشاءالله. قاری جان خوب ببینید که چقدر خطایی هست. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بار دیگر اکای قاری جان انشاءالله که بهترین قرائت کردید و در آیه لو انزلنا خاشعا متصدعا، در همین کلمه که خاشعا گفتین ایستادین در حالتی که الف آمده ایستاده است و در آخرهای آیه حرف ها رو معین نمی کنید، یعنی نمایان نمی کنید آنقدر خوب و در جایهایی که مقصد باید دو انگشت یعنی دو آواز کشیده شود زیادتر میکشید انشاءالله که بهترین از اون نگهش. چند تا خطا گره قاری جان؟ 4 تا ده. چند آیت خوندن؟ 4 آیت. 4 آیت؟ خب قاری جان یک وای میخونین، غزل میخونین انشاءالله. بیا ای طالب جنت درود مصطفی مگوی، سنیده نام آن حضرت درود مصطفی مگوی. بیا ای طالب جنت درود مصطفی مگوی، شنیده نام آن حضرت درود مصطفی مگوی. سحر از خواب چون خزی زیدی اشک و خون ریزی، سحر از خواب چون خزی زیدی اشک و خون ریزی. دل با درد آمزی درود مصطفی مگوی، دل با درد آمزی درود مصطفی مگوی. پسی هر طاعت و عادت فروغ شادی و حسرت، پسی هر طاعت و عادت فروغ شادی و حسرت. چو میلت هست بر حضرت درود مصطفی مگوی، چو میلت هست بر حضرت درود مصطفی مگوی. اگر مشکل بسر داری طریق پر خطر داری، اگر مشکل بسر داری طریق پر خطر داری. اگر میلی بزر داری درود مصطفی مگوی، اگر میلی بزر داری درود مصطفی مگوی. اگر چیزی طلب داری نه آهینی مشب داری، اگر چیزی طلب داری نه آهینی مشب داری. جو قلب و کام و لب داری درود مصطفی مگوی، جو قلب و کام و لب داری درود مصطفی مگوی. اگر از نزد مسجد گذر کردی مشامت را خبر کردی، چو بر بستان گذر کردی بر روی گل نظر کردی. مشامت را خبر کردی درود مصطفی مگوی، مشامت را خبر کردی درود مصطفی مگوی. اگر خواهی شفاعت را نعیم خلد و راحت را، اگر خواهی شفاعت را نعیم خلد و راحت را. اگر خواهی تو جنت را درود مصطفی مگوی،
اگر خواهی تو جنت را درود مصطفی میگوی. سلامت باشی قاری جان، آوازتان بهترین است، همه طرفه خوب است. یکم در شعر خوندن میلرزون این شعره. با خودت بفکرم که دیدی که از چند مصرع آهنگ برآمدی، نکیم آوازتون بهترین است. انشاءالله شما از می‌نشینین، قاریا با نوبت می‌بیاند، بعد آخر انشاءالله که دعوتتون میکنیم وزیر با انشاءالله گپ میزنیم که چقدر بالا است. خدا نگهبانتون قاری جان. قاری محمد اگر باشم مرحمت دوره. سلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین. معلوم است که انشاءالله که با تیاری آمدگی هستین. خب سلامت باشین. خیلی به همگی معلوم است، خود رو معرفی هم نکنید میشود. خب قرائت رو شروع میکردیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سلامت باشین قاری جان. خب چند آیت همشه انشاءالله قاری جان ببین. 11 آیت سوره والضحی. خطاگی همین که در حرفهای قاف، در حرفهای انخه، باز همون خطاگی هایی که در پیشتره گفته بودیم 4 خطاگی کردیم. انشاءالله که بهترین است موندگیش. بعدا همین حرفها رو تلفظ خوب نکردیم. خب خیلی انشاءالله که باید میکنیم. قاری جان یک غزل میخوندین، اگر که آواز خوب براید پایم اصلا نکنه انشاءالله. ز نفست دور برو گر می توانی، ز نفست دور برو گر می توانی، که بهرت وی بیارد مرگ جانی، که بهرت وی بیارد مرگ جانی. ز حرف آید بکن دور هر زگویی، ز حرف آید بکن دور هر زگویی، در عالم با چنین حالت چه جویی، در عالم با چنین حالت چه جویی. اگر هست غیبت اندر زبانت، اگر هست غیبت اندر زبانت، در آخر می کند هیزم کشانت، در آخر می کند هیزم کشانت. سلامت باشین قاری جان. همین ادو مثل اول با میخونین اکثر خونین همین. ز نفست دور برو گر می توانی، ز نفست دور برو گر می توانی، که بهرت وی بیارد مرگ جانی، که بهرت وی بیارد مرگ جانی. سلامت باشین قاری جان. خب خیلی انشاءالله که آدی معلوم میشود شما میتونین به حضرشین خیلی دیگر قاری را دعوت کنیم انشاءالله. سلامت باشین قاری جان. قاری ابراهیم. سلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین. و علیکم السلام و رحمت الله. خب انشاءالله وقت رو زیاد نمیگیریم و شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كلا إذا
ودكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظیم. سلامت باشین قاری جان، ماشاءالله اوستان باور بکنین. خب قاری جان، بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای قاری جان انشاءالله بهترین آواز بهترین قرائت کردین و در حرف های ر، قاف، دال، زاد که حرف دال رو قلقله نکردین احد و بعدا حرف زاد رو خوب نبرآوردین، حرف قاف رو غفص نخوندین، حرف ر رو هم همین طور. انشاءالله که مونده گشت بهترین 4 خطایی در چند آیت؟ در 10 آیت 10. قاری جان خب یک قرائت میکردین انشاءالله، آخه یک غزل میخوندین انشاءالله. یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمت للعالمین، یا رسول الله تو شفیع المذنبین، یا رسول الله یا رسول الله رحمت للعالمین، یا رسول الله تو شفیع المذنبین، یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله نام تو را شنیدم وصف تو را بدیدم، در همه خلق جهان مثال تو ندیدم، یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمت للعالمین، یا رسول الله تو شفیع المذنبین، یا رسول الله شاه رسولان توی، محبوب سبحان توی، خادم تو جبریل صاحب قرآن توی، یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمت للعالمین، یا رسول الله تو شفیع المذنبین، یا رسول الله هستی ز نور خدا منبع جود و سخا، رهنمای این سجید به طاعت کبریا، یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمت للعالمین، یا رسول الله تو شفیع المذنبین، یا رسول الله ز شأن والای تو، ز حسن زیبای تو
بت‌های کعبه همه افتاده در پای تو، بت‌های کعبه همه افتاده در پای تو. یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمت للعالمین، یا رسول الله تو شفیع المذنبین، یا رسول الله، یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمت للعالمین، یا رسول الله تو شفیع المذنبین، یا رسول الله. ماشاءالله، سلامت باشین قاری جان. خوب انشاءالله دیگر قاری ها بودن باز در آخر میگوییم. قاری شاهزاد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدین قاری جان. انشاءالله که ندیدارمون رسید. فکر میکنم که قدر راهی دور از شهر ازبکستان بوده نه؟ با تیاری خوب آمدگین. ما همه اهل شهروندان ازبکستان، تمام برادرانی که در داخل تاجیکستان هستند و بیرون از تاجیکستان هستند در غریبی، ما همه شما رو دوست می‌داریم به خاطر الله. این محفل خیری که شما برپا نمودید، ان شاء الله خدای تبارک و تعالی در نامه اعمال شما جزای خیر کتابت بگرداند. سلامت باشین قاری جان، میندار هستیم. خب قاری جان وقت رو زیاد نمیگیریم، ان شاء الله شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظیم. سلامت باشین قاری جان، بهترین آواز دارین. خب قاری جان شروع کن. سلام علیکم بار دیگر اکه قاری جان، انشاءالله بهترین آواز داشتید، بهترین قرائت کردید و بعضی کلمه ها رو یعنی حرف ها رو جنبوندید، یعنی کمتر کشیدید حرف ها رو و بعدا در اعوذ بالله که بیش گفته بودیم اعوذ بالله در اینجا خطابی کردید و در حرف سین که حرف سین رو قلقله کردید. سه خطابی انشاءالله بهتری. در چند آیه مشکل بزن آخر؟ 11 آیه. قاری جان خب یک غزل میخونه انشاءالله. Yüreklerden sağındım sizni, Resulullah sizni, küçkim kelyapti.
siz ham sog'indingizmi? Aytingchi bizni, Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Hayot yo'llaringiz barchaga ibrat, har bir so'zingizda bordir nasihat. Sizni sog'inganim ayni haqiqat. Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Sizni sog'inganim ayni haqiqat. Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Nasib bo'lmadi voh dunyoda ko'rmoq, xizmatga shay bo'lib yonizda turmoq. Dunyo zinatlari kerakmas biroq, Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Allahumma salli va sallim va barik alayh. Qorijon, chand xat xo'nding? 12. اینم برای خودتون مینوسای. 6 خط گفتیم، 12 خط خوندن مینوسای. ما این شعر تو دا بها دادن نمیتونیم. برای چی که 6 خط گفته بودیم. بعد ما ازبکی را نمیفهمم، راستی نمیدونم در چی گفتگی باشین. خب ان شاء الله تاجیکی هم میخونین. شما در قرائت خیلی خوب بودین. اگه تاجیکی بخونین 6 مصرع بخونین. مثلا وقتی که برای خودتون مینوسای. ای تاجیکی 6 مصرع خوند. از هر دوش گفته بودم 6 تا خونید. ان شاء الله که خیلی گم باهای میمونیم ان شاء الله تاجیکی. ای 2 مینوت بخونه میشه تاجیکی؟ نه 6 مصرع. کم وقت مثال رفته شد دست 8 مصرع خونیم معنی مالش خیلی 8 مصرع خونید. اشکم چکد هر نیمی شب بر صفحه قرآنی من، گویا که آتش میزند هر شعله اش بر جانی من. گویا که آتش میزند هر شعله اش بر جانی من. قرآن مگو دریاست این، دریای ناپیداست این. قرآن مگو دریاست این، دریای ناپیداست این. تا جاودان بر جاست این، هر واجه اش برهانی من. تا جاودان بر جاست این، هر واجه اش برهانی من. سلامت باشین قاری جان، بهترین انشاءالله. خوب خیلی انشاءالله حال انتظار شوید. خب قاری امیر حمزه اگر میشنن میبرامدن انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین. دیدارتون خیلی شاد هستیم انشاءالله. سلام باشه، الله برکتون دید. خب قاری جان شروعش میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. بسم الله الرحمن الرحيم.
السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم. саломат бошен қориҷон, бовар кунен ҳам овози форам дорен, алҳамдулиллоҳ, ҳама тарафа хуб аст. ба як овоз, ба як нафас ин қадар кашишам, ин хеле бовар кунен ғайрат дар кор аст, хеле қувват дар кор аст ки ба як нафас ин қадар кашиш. машааллоҳ аст қориҷон. хуб, салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. акай қориҷон, иншааллоҳ ки беҳтарин қироати мисриҳо, иншааллоҳ мо инро дар назар мегирем, яъне қироати мисриро. ва шахсоне ки алҳол тамошо карда истодаанд, бисёри қориҳо тамошо мекунанд, мегӯянд ки ин мақсад дигар хел қироат кард, ки мақсад бояд ки яъне қироатҳо чанд намуд мешавад. Аз ҷиҳати таҷвидӣ гирем, агар шумо аз ҷиҳати таҷвидӣ гирем, дар ҳарфи хе дар як ҷо ва ахорат ғафз нахондем, иншааллоҳ ки мондагиаш беҳтарин як хато 15 оят. хуб қориҷон, як ғазал мехонем иншааллоҳ. دل من والو شیدای محمد باشد، سر من خاک قدم های محمد باشد. دل من والو شیدای محمد باشد، سر من خاک قدم های محمد باشد. این تنی خاکی من به رخ او زنده مباد، جان فدای قد و بالای محمد باشد. این تنی خاکی من به رخ او زنده مباد، جان فدای قد و بالای محمد باشد. جبرائیل بود که او صدر نشینی ملکوت، در فراق رخ زیبای محمد باشد. جبرائیل بود که او صدر نشینی ملکوت، در فراق رخ زیبای محمد
محمد باشد. مه و خورشید به خاکی در او سجده برند، عرش و کرسی به تمنای محمد باشد. مه و خورشید به خاکی در او سجده برند، عرش و کرسی به تمنای محمد باشد. روزی محشر به شفاعت شو بر دست دعا، همه عالم به تماشای محمد باشد. روزی محشر به شفاعت شو بر دست دعا، همه عالم به تماشای محمد باشد. جذبیا خلق جهان را همه در روز جزا، چشم بر همت و اعلای محمد باشد. جذبیا خلق جهان را همه در روز جزا، چشم بر همت و اعلای محمد باشد. سلامت باشین قاری جان. این به فکر آهنگش هم اختونه ماشاءالله بهترین قاری جان. خب انشاءالله که منتظر باشین، انشاءالله قاری نوبتی بیان.